بله بله، سلام خاله جان، خوبیم؟ سلامتیم؟ شکر، شما خوبین؟ سلامتیم؟ فامیل خانواده خوبم؟ وای چی عجب، هفته کنستان بیرون شده که شما با ما زنگ زدین. شکر، زنده باشیم، همگی خوبن، زنده باشین، سلامت باشین. یعنی واقعا چی شما بروشن که شما زنگ میزنین بعد از وقتا؟ به خدا گوشیم که پول ندیشته که ما به شما زنگ زنم دیگه. حالا که دیشب عباس جان گوشی رایگان کرده، گفتم خوبه، خیلی بینیم، زنده باشیم. بیایم چای بخوریم. ما شب بخیر. یعنی به زحمت میشیم خاله جان، نمان که به شما به شب زمستون به زحمت شیم. خوب باشه، خوبه دیگه، باشه. باشه، فدای خالقشون، باشه، خداحافظ. ای خاله جان ما میمون کردم به شب زمستون. باشه که من زنگ زنم با جناب علی که ما میگذارم یا نه. چیکار کنم؟ بله خوبه گیلک. میگم گیله خانم شب میمونه به خانه خاله من. خب باز من میرم با شما با بیایم به سر خاله می بیایم. خوبه اینه چی میگیم شما آخه؟ بعد از وقتا خاله میمون که نریم ما. یه گپا چیه شما به خدا بزنیم برم دیگه. شما میاییم، شما مستیم بی از او. از دست تو که هیچ روز ندارم، فقط نرو. خاله من چیکار کردم با شما؟ با می همگی شما خاله من چیکار کردم دیگه؟ ایت گپا نزنه. خاله من بعض وقتا دلیلی چیه که نرم؟ چرا نرم؟ باشه نمیرم، باشه. چیه مادر، چه گریه میکنی با؟ اونو خودم زرم. خاله من زنگ زدن که شاید میمونیم میخونه و به گیلک زنگ میزنم میگه نرو. چی میگی؟ به بیاد زنگ زدم میگه نرو. خاله ما میمون که پیا منو نمیگذاره. نه زنگ زدم میگه نرو. مگه خاله من چه کار کرده به تو که تو اقزار نمیگذاری بزی بربرون وقت تو چرا ایت کارا میکنی؟ خود زنگ زدیم با ببومه. تو بگی خود تو بگی زنگ بزن دیگه چی؟ ای خدا. چه گریه میکنی؟ خود گریه نکنی. بله بابا سلام، خوب بخیرین. شکر بابو. امی خاله مامال میمون کده خوب. میشه خاله مامال میمون کده مدام پیار ما زنگ زد. پیار ما میگه نرین که پاچکا شما رو بشکنم. هرچی مدام گریه میکنم مدام چه ما نمیگذاره و می جا میگه مدام نمیگذاره. راست میگه پیار میگه من از همه بعد بمیه هیچ جا نره. ای خدا. ما بریم با شما زنگ میزنیم. خوب خیلی بریم بابو. خوب خداحافظ مادر. وقت شما بریم. چی بابو؟ بابو گفتن شما بریم سر خالق ما گیلک زنگ میزنم به پیارمه. وقت شما بریم. خوبه. خب میگم عباس تو بخی برو امی بیلرال بده به نمیکی. خب اونا رو بفروشه. سکتو چیز آهنی هم هستم اونجا. اونا رو بفروشم. اونا خودم رو برو بفروش اونا. خب وقت بریم شما بریم. باش که من سفره جمع کنم. ما تا برو. رخسار نارنجی فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی. گیله میگو تو چری نمیخداری همی خوار خمر و سلام دارگو. تیار ایستادم خوبه. خب بفرمایید عمل کنی. همی خوار مر تو چرا نمیخداری بیای سلام مادر خو؟ به سلام مادر خو کو نمیایه. به سلام خاله خو میگم میمونم امشو. خوبه چرا نمیخداری؟ خب
همه زن خود آدم اختیار نداره که بگذاره یا نگذاره. خال اختیاری داری او هم سرا خوارینه چه کار میشه؟ سرا خالی اونه. خب سرا خال زن مه، با سرا باجه زن مه، با سرا خوشلوچی زن مه، با سرا براشو خوشو خال خسور مه، با سرا نفتک و نویری مو. البته اینجا شهر هرته، شهر خربیزه. نه شهر ایتر نه شهر خربزیه. هم که میمون میکنن تو چه نق داری؟ فس نه که با مکجی که با گردان و بعد تو تا گوشت بتونم که هفته از ما بخوری نصفی هم از دیوال. اینه ابا مفت دادم. اصلا حالا ما با باجی هم خوش منمی، ازم خالا زن هم خوش منمی آیه. خب هم راحت کنه میای. ازم اما زن هم خوش منمی به هر جا میشه بیا بریم بیا جلوش بیا بریم. شما رو میمون کردم به ما چی ربطی داره؟ یعنی نمیخداری؟ نه. تو سوا کن. به کی زنگ میزنی؟ بابا. من میگم به رئیس جمهور زنگ زی. با بابا خو مرا بابا کل سفید خو میترسونه. زنگ نزی خود کل گنده خود زنگ نزی. تو که نمیترسی. زنگ نمیترسون خود زنگ زی. زنگ زی اگه مسئله ترسه. زنگ زی. یک وجبی. برادر مار بگذاره که یک ذره زن ما بفهمه که چه کار میکنه. خالی و میمون میکنه دیگه کاسه ای هم پیش میندازه خور. تو سوا کن. ای هم میگه. بله بابا. آنی گیلنگ به پیش من دقیق میکش که من نمیگذارم چون چکار و فلانو. میگه اون لاغه دبای میشکنم که اگه بره. به هیچ جا بگو. به هیچ جا میگه نمیگذارم. من خونی مداری هم نمیگذارم. بله. خونه مادر که من نگفتم با تو سزیتی که دی خود کلگن نخواه. خوبه. گوشی بدن دستی. بگی. تلنگ نده که جیرک گردن ما بند باشه با تو. گبزی. کینه؟ گبزی. خب کینه بگو. خسور شما. بله سلام علیکم. زنده باشین کاکا خسور، سلامت باشین. کاکا خسور سعی کنیم شما رو ما به جا پیار خود قبول دارم. بچه ها شما رو به جا مادر خود قبول دارم. حالا هم سعی کنیم کاکا خسور ازمی باجی ما بعد می آیه. ازمی خاله دختر شما بعد می آیه. ازمی قوم خشا شما من خوش ندارم. هم هر دم برن بچه ها نتربوقی دارم، بچه ها کلونی دارم تا شما اینجا به خونه و بر لنگای اینا دراز مثل گوری شیشتی هم چی فایده داره کاکا؟ زنکا جدا باشه، مرتکا جدا باشه. البته شما دیگه خیرات عمومی دارین یا عروسی خبرین که زنکا جدا یا مرتکا جدا. اصلا کاکا خسور شما رو میمون کردم به من چی ربطی داره که زن خالی او رو میمون کنه؟ احترام من میگم به پیار خو بگیرم به من نگیرم. احترام چه کار کنم؟ من به جا قومی به جا نفتک و نویری شما خلاصه بگم من زن خود نمیگذارم. من از این شخصانیم که زن ما به هر جا بگم بریم جلوشم. اینه به زور یا برزا. خب بفروختیم یا نفروختیم اختیار خودنه که به ما بفروختیم دختر یا نفروختیم. بله کاکا تمام ورده برو گوشی خوری یک وجبی. بابا پاگی تو همی تگی برو لگ. که خدا راستی که گیر تو رو مقدار بده نکنیه. هر چی دکتر رو به دردتون نبخوام که بچه خدا مرد بتگن تو. ابا بله. اینا کجا بده؟ چیکار میکنی اینا؟ رفتم دور بریم به نمکی. اینا ببر آشغالا رو به دفتر چیز کن. اینا ندی. چرا؟ دیونه نشک اینا به یک دم در سر خود آدم جویی تیار میکنه چیزی تیار اینا رو میگذاره. اونا رو اول مادر تو بگفت بده. خیلی واقعا مادر هوشیاری داری. میگم چیزه مادر تو چی شد؟ مادرم رفت به سر خاله من. به سر خاله تو؟ کجیر به من بودم بیامده گفته که من میرم بخونه خاله خو میرم که میمونم نک داشتم خسور مزنگ دادم نک داشتم مادر تو به اجازه کی رفته؟ خب شما زنگ نزدین؟
به کی زنگ نزدم؟ با مادر من زنگ زدم به خدا به مادر تو گفتم مادر فلانی نری به سرا خاله خود که من بعد میآید بچه خاله تو گریه میکردن نانی من زنگ با مرد که گریه میکردن تو چی؟ تو از این کلون تو هر چیزی میشی من چه کار کردم برای مادر تو چری میگدیشتی که میرفتی؟ من چی کردم مادر گریه میکرد نانی من گفت تک بیا بهم یک جواب باسه من گفت تک هرگی پاتو میتونم زیر می بیلر میکنم میشکنم دویده میری مادر خانم میداری میاری تک بیا تو هم بده انا من جیمه میشینم بخیر شو بده کجا برم بارا مادر خور بردار بیا که من بابا بعد نباید گریه میکنم مادر ماخه بارا به تو میگم که من بعد میآیه برو که اگه زنگ زدم اینجا نمیشه بده بخیر شو با خدا بابا بعد مادر من گفت تک نه مادر گریه میکرد نانی من گفت تک بیا ما بچه ها خالی نتربوخی و ما بعد میآیه از بچه ها باجی ما بعد میآیه برو بیا اصلا از این قومی از اینا ما بعد میآیه چی اختیار زن خود ندارم برو میته بی صدا بگو مادر بیری شو بیرو میان به بیری بینشی بگو مادر پیار من میگفته تو رو میته میام به دیوال میزنم بده چی گیری کرده ما خود عزیزان خاله که فقط نمیفهمم تا نمیایی نیاری تا نمیاری بابا همین گیلک دیما داشته آدم یهی چه با چه کار کرده؟ همین دم که زنگ زد چه گوشی قطع شو؟ بابا گوشی قطع کرد همین تو گوشی قطع کرد او با منم تلین داد اینه میگه بچه ماما بعد نمیاد بچه کاکا بعد نمیاد بچه خلا بعد نمیاد بچه عمو بعد نمیاد اصلا ندم بگی بعد نمیاد دم به خونه اینا بقدرم برم خلاص پلا همین تا چی دگو؟ بابا با منم تلین داد این دیگه پس برو خطور میدارم به من فقط خور دادو این نامگاد اشتبال خوب که تو قوم خود تو بد میبری کله شیخی ابا چمه بد میبری ابا چمه بد میبری ابا چه خاله بد میبری تو اشته آدمی تو من اصلا میگه ابدا نمیگذارم والله خیرافیزا خوانه باشه من میرم خود گرد میزنم تو صبر بکو بریم بابا بریم گپ بزنیم من میام شیر میزنه به زمین میزنه ای بابا ما هم که مادر داریم ما هم که می مادر من همیته که تعریف میکنم خدا 1000 سال اینا رو عمر بده آخی میگم مادر من که بچه بدم وقتی که نمزاددار شدم عروسی کردم اگر میگفتم چای بیاریم اجازه میگرفتم اگر میگفتم ابرار خود رو پیشم اجازه میگرفتم اگر میگفتم ابرار خود رو نپیشم اجازه میگرفتم زنکا حالی من نمیفهم چی رقمه بچه خاله بچه عمی خاله خو بچه عمی خوشی خو بچه خاله خسور خاله بیبی خو رو نمیپوشم به یک جا اختلاط میکنم به یک جا میشینم این چی گپه همون یک ذره قانون مراعات کنیم همون یک ذره بفهمیم که گپ چیه با تو گفتم نه رو برفتی سلام کاکو اشتریم بی ببوشیم برفتم چرا نبردی مادر خود؟ مادر من نه به من گفت تک بریم خود پیار تو گپ زن میگو تو چی رقم بزنی؟ ها؟ چرا کاکو؟ من اجازه دادم دخترم ببره بینجی خونه خاله اینه تو چرا تو با کی بود تو گیله؟ کاکا جو شما راست میگیم من از امی باجیمه از امی به چاما زنمه از امی به چه خالا زنمه از امینا بد میآیه خود چی دلیل؟ من اصلا امی آدم مجرد و آدم سرکوچی نشینه اصلا خوش ندارم که خودم زن سلام علیک کنه گفته تو گو من خوب چیزی میگی گلک جانو سکو کاکا خوبه گردم دومات خوبه گردم حال ما و شما ما به خونه سیوای شیشته زنکا به خونه سیوایه من او گپ ندارم کدو گپ ده؟ من همی گپ دارم که آخه شو زمستون خدا ورستی 50 پا ما بفتاده برفا به روی زمینه حالا خود من اموق ذرات میاد سرا ورخستم بیان با واسطه تو آمدم به خود تلفنی چی کنم گپه اینا که دیخ میاره اونا که داره
خبر دانی خاله زن مکو داره خدا بزوی بیشتر بده کچیری گوشتلند درک گوسپند دوسی تار بکشته بر اینجا کرنل گذشته بر اینجا صدری جدا لیلا فرا جدا خب. کلورتوریش هم بوجی بس خب کرسیام داغ خب انالیسی کنیم همین رفت اومد ما آه. اونا خوش دارن که تا همین صبح چرند بگم تا همین صبح غیبت کنم من بزرگ گفتم زن نری که ما از این قوم خیشا تو بد میآیه خوب. از این بچه ها مجرد نری به حرف من کده برفته حالا خیلی سخگیری روی پیشه خود رفتن چی؟ حالا برفت خونه خاله اینه کو دیگه حالا من امشب همینجا نیام خب باشیم کاکا خصومه که بزرگ آدم میدونم گفتم نرو گفتم خود من رای کردم با این رای کردم من این رای کردم گفتم برو بیارد من خود از یه آمادم به تلفنی کنمش که من خودتو گپ زنم وقت که برای کجا بریم؟ وقت من برای نمیرم بسر. کاکا خسرو وقت گپ پکم کو بگو یا. اول مادرم بیا پیانو میزنم مادرم اشتباه میکنه وقتی کاکا خسرو وقت سعی بریم. شما همین خواهش از شما دارم مزایم به من نشیم مزایم به می دختر خون نشیم همین دختر خود بگذارین که دختر شما کمک من تربیت کنم این ادب دم این بفهمن که دیگه این بچه نادونه نیه که بی اجازه بی اجازه والا از من اجازه گیری همین زن ببوده با تو زنگ زدی من نه. بچه رو رای نه، که دو نه. چلی نماده نه با تو زنگ زد یا نزد ها گفت که من خاله میمون کرده ها آفرین گفت تو نه. آفرین میخواد که با شما احترام گیری اصلا بد میآید ازم بچه‌ایو بچه های بخونه سیوای شیشه شما هر چی میگم کش می یادم بده حالا من با می خونه نیام با می زندگی نیام امشب ما هم دعوتون کنم اینجی حالا وقتی بریم بعد خرج خوراک شما بار کنم وقتی گیلم نمیرم کاکا وقتی نمیرم دیگه زد نکن تو نمیرم. وقتی بابا بعد بریم وقتی نمیرم تو وقتی گیلم اگه برم هم کاکا همون نونو بخوردم اگرم پس بیه با نگین که بسته خب میایم همه میگه اونا تا به 2 بجه شب غیبت میکنه همه هر میگه کس هر آخر کم میره. میرم خونه وقتی بعد هم من دیگه عزت احترام میگی تو هم خجالت نمیکشی